موضوعی که ما انتخاب کردیم در رابطه با هدف زندگی است. یک تعریف کلی میخوایم از هدف داشته باشیم، کسایی که با هدف هستند و کسایی که بی هدف هستند. جزاک الله خیر. سوال بسیار خوب است و متاسفانه امروز زیاتر جوانان رو میبینم اونا یک وقت بود که جوانان 16 میبودن 18 میبودن، یک هدف میداشتن، یک کار میکردن، به فامیل کمک میکردن و امروز جوانای 23 24 الی 25 هم یک قسم گم هستن، نمیفهمن چی کنن و فکر میکنن که سوشال میدیا شاید جوابش باشه. دوج عکس میگیرن مندازن و میخواین که یا مشهور شون یا چیز دیگه شون، لیکن داخل میبینن که جوابش نیست. این بسیار مهم است چون ما مسلمان هستیم که ببینیم که الله سبحانه و تعالی با ما چی هدف انتخاب کرده و از ما چی تقاضا داره و باز زیر همون دایره میتونیم که هدف به خود انتخاب کنیم و چرا هدف مهم است از هم بحث خواهد کردیم. به این خاطر ما به کسایی میگم ان شاء الله کسایی که تلویزیون میبینن اگر احساس میکنی که میال گم است نمیفهمی چی کنی، باید هدف زندگی داشته باشی. اگر فکر میکنی کارایت فقط مربوط میکنه که مردم از تو چیز میخواین و تقاضای جامعه چیز، باید هدف زندگی داشته باشی. اگر فکر میکنی نمیتونی فیصله کنی و همیشه پشت مردم میگردی که ما اگه اینطوری کنم چطور میشه، اگر اینطوری برم چطور میشه، پیش مشوره میگردیم. از یک نفر نه از 20 نفر هم یک چیز پرسان میکنی، معلوم میشه که هدف زندگی نداری. یعنی این سه نشانه است که خودت باید فکر کنی. یعنی بی انگیزه، بی هدف. بله اگر من این کارا رو میکنم باز بفهم که هدف زندگی نداری. هدف زندگی چطور باید پلان شه بسیار مهم است. پیش از اینکه هدف پلان کنی باید بشینی از خود پرسان کنی که چی میخوای. یک سوال بسیار خوب است. در این حالت هستی کجا میخوای بری؟ چرا میخوای دوجا بری؟ چی را به دست خواهد آوردی و اگر او به دست خواهد آوردی باز چی خواهد شد؟ چی را از دست خواهی داد؟ بله و چی را از دست میدی؟ این یک سوالات بسیار مهم است و این را که جواب کردی باید یک ویژن داشته باشی، یک آرزو داشته باشی که کجا میخوای بری. نمیتونی بگی یک سرک پرسان کنی که آقای سرک کجا میره و بعد خود کجا میری؟ هر جایی که رفتم و میگه باز هر سرک بگی. نه، اول باید بفهمی کجا میری، چی میخوای و چرا او تقاضا داری. سوالات بسیار مهم است و بدون شک برو زیر دایره اسلام ببین، زیر دایره جامعه ما ببین، زیر دایره خوبی در دنیا و آخرت ببین. او را که انتخاب کردی باز بسیار مهم است که ببینی چی من در خود دارم که دوج خود رسانده میتونم. یگان مردم تقاضاش کلانترین بیلدینگ دنیا جور کنن، لیکن پولش داری نه، سر رو هدف کار نکن. ما جوانا را دیدیم سر چیزای فکر میکنن که هیچ تطبیق کردن نمیتونن، کیفیتش ندارن و به هدف هم نمیرسن. بله، علمیتش ندارن. یعنی یک غیر فکری هدف به خود انتخاب کردن که او را سرش هیچ وقت فکر نکردن، سوال از خود نکردن و امر یک کسی که میفهمه موضوع مشوره نگرفتن. و سوم، آیا اگر او را به دست آوردی باز زوم خوش خواد بودی یا نه؟ یک سوال بسیار مهم است. یگان ما میگیم زندگی ما بسیار بدبختی است، مصیبت خود چی خواهش زندگیت فکر میکنی خوب میشه اگر اینطوری شود. یگان مردم فکر میکنه ما اروپا برم دوج خوش خواد بودم. بله. من خودم در آلمان زندگی میکنم. یعنی فقط با اروپا رفتن حقیقت خوشی نیست که دوج برسی کل مشکلات حل میشه. زیاد مردم تقریبا 53% آمریکایی‌ها از تنهایی رنج میبرند. یعنی این بسیار مهم است که یک حقیقی هدف به خود انتخاب کنی، چیزی که میتونی لذت ببری در دنیا و انشاءالله آخرت. بله. به می خاطر یک اکشن پلان باید داشته باشی، یک چیزی که سمارت پلان است و او چه رقم میتونیم پلان کنیم. یکی از که هدفتان باید واضح باشه. چی میخواین؟ از زندگی چی میخوای؟ یک سوال بسیار خوب است. یک کس شاید هدف داره، ماشاءالله خود ورزشکار هستی، در هدف ورزش میام، من میخوام وزن از دست بدم. چند کیلو؟ چیز واضحه. یک نفر برات میاد، من در کلاب تان برات میگم من میخوام وزن کم کنم. میگی چند کیلو؟ میگن من وزن کم کنم. نمیتونی او رو پلان کنی چون او معلوم نیست که خودش به پلان آمده. بله، خودش به پلان آمده. باید اول پرسان کنی از خود پرسان کنی چی میخوایم. مثلا بیاین سر وزن، میخوایم 2 کیلو وزن کم کنم، من چاق شدم، من باید وزن کم کنم اصلا. و خب باید بفهمی خود 2 کیلو واضح شد، بسیار واضح. جوانا میخواین من میخوایم پولدار شم. خب چقدر میخوای پولدار شوی؟ چی داشته باشی که قناعت کنی پولدار شدی؟ بله. یعنی چیز واضح است که باید یک معلومات به خود داشته باشی که درست. من میخوام کلانترین تعمیر دنیا جور کنم. خود چند منزل، چند متر؟ نه، این بسیار واضح است. دوم، او را باید یک پلان جور کنی که بتونی پس حسابش کنی. مثلا وزن کم میکنی 2 کیلو، 3 کیلو کم شده، چند کیلو مونده؟ 7 کیلو. هر هدف باید متر شوه، هر هدف باید اندازه‌گیری شوه. هر صبح، هر هفته، هر ماه، هر سال که من در کجا در هدف هستم. و یک چیز دیگه است، او
که باید از این هدف خودت در جریانش هم لذت ببریم. این نیست که در یک جای رسیدی باز خوشخواد شدی. من سوال دارم، مطمئن شما سوال داریم، بازی شروع خواهش میکنم. خیلی گپا هست و موضوع خیلی خوب را که ما انتخاب کردیم.